به نام خدا. امروز با تعمیر و سرویس آبگرمکن دیواری بوتان مدل 3115 مدل قدیمیش در خدمتون هستم. الان در اول کاری که کردم روی آبگرمکن یه پیچ اینجا داشت باز کردم، روی آبگرمکن رو در آوردم قابشو. بعد اینجا که مشاهده میکنید آب شیلنگ لوله آب خروجیشه. حالا از یه طرف یا دو طرف بازش کردم اینا رو و لوله آب ورودیش هم که به اون سمت این سمت میشه که این باشه اینم باز کردم. این دو تا لوله که یعنی آزاد بشه دیگه. یه لوله گاز میمونه که اینم باید جدا کنیم دیگه، آبگرمکن جدا میشه. عذرخواهی میکنم من پیچ‌کشی 4 سو همراهم نبود. الان با پیچ‌کشی 2 سو بازش کنم. دو تا پیچ داره این بالا، ببین از این سوراخ ها پیچ‌کشی میدی بره پایین که این دو تا پیچ رو باز کنیم. حالا از همین بغل هم میشه که این پیچ ها رو بازش کنیم. البته یه طرفش پیچ نداشت. حالا بعد از اینکه این پیچ ها رو بازش کردیم اینجا دو تا خار داره که مبدل رو به این دودکشش وصل میکنه. ببخشید این دور میخواد تکون میخوره. اینو به سمت داخل فشار میدیم، بعد این از یکیش این آزاد میشه، اون ورش هم به همین ترتیب. حواستون باشه این خارا گم نشه، کلیپسا مشکل پیدا میتونید بکنین. البته هست خطوات بوتان همه چیش هست تو بازار. خب عزیزای من این ارزم بزرگتون کلاه برمیداریم و رادیاتو که در میاد آزاده. فقط یه خود سنگینه، من چون دارم تو فیلم میگیرم واسه میکنم کاتش میکنم و رادیاتو میکشم بیرون، بعد بقیش براتون توضیح میدم. البته نیاز نیست که کامل بخواین رادیاتور رو در بیاریم. از همینجا این لوله رو من کشیدم باز کردم آوردمش کنار. الان ما احتیاج به یه پمپ آب کولر داریم، اسید و دو تا شیلنگ که وصل کنیم بهش. الان میخوام توضیح بدم، یه خورده شاید متوجه نشین، سخت باشه، هم برای خودم توضیح بدم هم شما متوجه نشین. وسیله‌اشو میارم و یکی یکی توضیح میدم که چجوری با شیلنگا رو وصل کنیم. یک لوله رو وصل میکنیم به حالا یه ورودی خروجی فرق نمیکنه. این لوله رو یه سری رابط گذاشتم سرش، یه واشر هم گذاشتم، وصلش میکنیم به آبگرمکن. بعد ارزم بزرگتون که حالا میتونید این ورم یه لوله وصل کنید، میتونید هم وصل نکنید، سرشو بذارید داخل سطل. حالا من اینو صفر میکنم میذارم داخل سطل، دوباره رکورد میکنم برای فیلم. به ورودی و خروجی مبدل آبگرمکن شیلنگ وصل کردیم. حالا من شیلنگ کوچیک‌تر نشم تبریز زدم وصلش کردم و دو تا سر رو یه سرش میزنیم به پمپ، سرش هم میذاریم تو سر این کاسه میزنیم به برق. میتونید برای اینکه خیالتون راحت بشه که وقت نشی نداشته باشه یک بار با آب معمولی تست بکنید. آب که به گردش در اومد خیالتون راحت شد که از جای نشی نمیده، آب خالی کنید، بعد اسید بریزید و بذارید حدوداً 10-20 دقیقه این اسید بچرخه تا این سوراخش باز بشه. الان داره آب اسید میچرخه داخل رادیاتور، از اینجا میاد دوباره میریزه داخل این، دوباره اونجا مکیش میشه میره داخل رادیاتور. دست که بذارید این لوله ها الان دو آبه. وقتی این تمیز بوده آبگرمکن واسه همین تو این تشتی که من گذاشتم زیاد جرم کثیفی نیومد. با تشکر، امیدوارم به دردتون خورده باشه. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره. ممنون میشم که از من حمایت کنید.